خب دوستان عزیز، پلی استیشن اومده با این ریموت پلی که آورده که خیلی ترکونده جدیدن، این یه قابلیت بهش اضافه کرده، استریم. یعنی اصلا پلی استیشن پورتال اصلا دیگه یه چیز بمبی شده برای خودش، در صورتی که همه فکر میکنن این اصلا یه کنسول مجزا، ولی در صورتی که خود سونی اعلام کرده که آقا این اصلا یه مکمل برای پلی استیشنه و به کاربرا یه جوری میخواد این خبر رو بده که آقا اینو اصلا به عنوان یه دونه کنسول شما حساب نکنید. ولی خب واقعا هم مثل کنسول عملکرد عالی داشته و جدیدن هم که استریم بهش اضافه شده خیلی محبوب تر شده و اصلا دیگه ترکونده دیگه اصلا فکر کن یه دونه دستگاه کوچیک و شما گیمتون میزنی، استریمت هم میگیری و دیگه اصلا عالی، اصلا دیگه چی میخواین شما، اصلا یه چیز پرفکت.